کدوم شهید بوده که نمیدونم تا لحظه آخر گناه میکرده. اینا رو پخش نکنین، آبرومون نبرید. اینا رو پخش نکنین، اینا گوکاری زایی است. گفتم اکبر نخور، اسهال میگیری یا اسهال میزد در دیوار هنگ کنی. خدایا بعد رفتم سر این گلدونا، دیدم تمام گلدونا داره غلغل میکنه. من یه برخورد با حاج قاسم کردم. قالت آقا تا اینجا چی جوری اومدین؟ گفتم با تاکسی اومدیم آقا. سازمانی 37 محافظ باید می‌داشت حاج قاسم. نه اینجوری نیست، باید توبه رو بکنی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا عبد. یه اشتباهی این وسط شده با یه سری از این حرفای من که تو نجف همین چند روز پیش خیلی صحبتش بود که میگفتن آقا کدوم شهید بوده که نمیدونم تا لحظه آخر گناه میکرده. گفتم مگه میشه همچین چیزی؟ مثلا یارو تا لحظه گناه بکنه بعد شهید بشه؟ اصلا نداریم. یارو دنبال این میگره که مثلا تا لحظه آخر دنبال کثافتکاری خودش باشه، بعد توجیه کنه خودشو. یارو اومد عکس می داداش تو همونی که گفتی آقا سیگار میکشیدن تو جبهه فلان، اینو یه عکس بگیر من سیگار میکشم، خانمم گفت سیگار نکش. میخوام بگم بچه‌های جبهه هم سیگار میکشیدن. دنبال خودشونن بعضیا واقعا. نه اینجوری نیست. کاروان کربلا برای گناهکاران جایی نیست، اما توبه کاران رو میپذیرن. از فرازهای صحبت آوینی شهید آوینی این حرفا نیست، باید توبه رو بکنی. من کلا تو این داستان تقریبا 2 سال و نیمی که شد که ما تو سوریه و عراق بودیم، من یه برخورد با حاج قاسم کردیم. مثلا ما یه گروه ساحل خراسانی بود، حاج جواد حسناوی که گفتم فیلمش هم تلویزیون نشون دادن، فرمانده جواد مستندش ساختن شهید شد. ما رفتیم اونجا پیش حاج جواد، دفعه اول که چیز کردیم ایشون گفت بریم با حفاظت هماهنگ کنیم که چند تا ایرانی اومدن اونجا. مثلا رفتیم پیش حفاظتیه، با یه دریوری و چرت و پرت و چیز که ما رو بیرون کرد. مثلا که ایرانی‌ها حق ندارن اینجا بمونن بسیجی. 2 هفته اومدیم رفتیم چیز، حالا این مثلا داستان داره. بعد فرداش ما موندیم رفتیم یه بیت الاحمری بود که مثلا قرار بود داعشی‌ها حمله کنن. ما رفتیم تو بغداد، 25 کیلومتر بغداد، منطقه گرمه، اونجا خط پدافندی. و 2 هفته بعد حاج جواد زنگ زدن گفتش عملیات ما اومدیم شب اول شب دوم اونجا بودیم. فراش که قرار بود عملیات بشه یهو دیدیم حاج قاسم با خدم و حشم وارد شدن. 7 تا ماشین از این لنکروسا سفیده وارد شدن و سلام علیکم. رو حفاظتی هم پشتش بود، پشت حاج قاسم. ما 3 تا، من و حسین شهیدی و حسن مختاری، 3 تا ایرانی که اونجا بودیم، تا دیدیم این حفاظتی اومد پیچیدیم در اومدیم تو خونه قایب شدیم. یکی از این خونه ها مقر حاج جواد بود دیگه. حاج قاسم رسید اونجا و اینا همه خدماش هم نشستن و بعد حاج قاسم روی مبلی نشست اینجوری. بعد با ما مثلا تقریبا یه زاویه مثلا اینجوری هم داشت. ما پیدیم رفتیم تو خونه، حسن و حسین فرار کردن رفتن طبقه دوم. من پشت دیوار وایسادم و بعد اینجوری که گوشه حاج قاسم ریز شد. حاج قاسم که من نوکر برگشت گفت من گفتم آره حاجی بیا. بزرگوار بلند شد اومد. تا گفتم سلام علیکم، حسن حسین حاج قاسم اینا دویدن پایین از پله‌های و سینه به سینه حاج قاسم در اومدن. سلام علیکم فارسی صحبت می‌کنیم ما 3 تایی. تا حاج قاسم گفتم سلام علیکم حاج آقا من بچه جبهه‌ای ام فلانم، من تخریبشی ام، کار بلدم فلان. اینا سریع واسش توضیح دادم که مثلا این مربی تاکتیک، این مربی مثلا اون پلاس که مثلا آجی بگیره کارو. مثلا تو از تهران اومدیم اینجا واسه جنگ و اینا. یه اولین جمله که حاج قاسم گفت قالت آقا تا اینجا چه جوری اومدین؟ گفتم با تاکسی اومدیم حاج آقا. صحبت کوچیکی هم کردیم، مثلا گفت چی بلدی؟ گفتم حاج آقا ما این کاریم اینجوری و اینا، میخوام بمونیم اینجا بجنگیم و اینا. گفت مشکل نداره آقا اقبال پور زنگ بیا. گفتم نه حاج آقا این چند وقت ما چکش کرده بیرون کرد. گفتم نه مسئولش ایشونه که هماهنگ بشون. اومدیم و گفتش که بفرمایید حاج آقا، گفتش که این 3 تا برادرها از ایران اومدن، از اون استفاده کنید تو عملیات فلان. گفت چشم حاج آقا. تو که میگفتی حاج قاسم هیزه بده من نمیدونم کسی ایرانی بمونه. رفت وضو بگیره، یک با این آب در این کوچیکا میرفتیم، آب نبود کلا آب قطع شده بود. بعد اومد وضو بگیره، حاج آقا دستشویی که بچه‌ها 2 یه دونه آب بشه قبول بشه. چای خوردیم با هم و یه عکس گرفتیم و بعد حاج قاسم رفت تو اتاق گفت رکعت نماز بخون. مثلا خودم خیلی واسم عجیب بود این نمازی که می‌خواست بخونه، حالا چه نمازی بود که مخصوص بود مثلا واسه عملیات می‌خواست بره. من تو ذهن خودم گفتم این چه نمازی داره میخونه شب عملیات. بعد گفتم این داره هر چی هست داره با خدا میبنده دیگه آخره شب. از این صحنهش من خیلی کیف کردم. واقعا خیلی گنده بود حاج قاسم. تعبیر ماها شاید ما مثلا الان خیلی ساده میگیریم، اما سازمانی 37 محافظ باید می‌داشت حاج قاسم. نه خدنگی نه محافظی هیچی. حالا اون بچه‌ای که مثلا باش اومده بودن همه مثلا یکی مسئول اطلاعات بود، یکی مسئول حفاظت بود، یکی مسئول چی بود. کلا اونجا بچه‌ای که بودن 3 تا محافظ باش بودن. فردا که نشستن نقشه رو داشت توجیه می‌کرد تو اتاق، 10 تا فرمانده گردان بودن، نزدیک شاید 35 نفر آدم تو اتاق وایساده بودن. یکیشون من مثلا کاری نبودم، من با اسلحه واسه این حاج قاسم. یه نفر از اینا مثلا نفوذی باشه تق بزنه حاج قاسم، چه اتفاقی میفته؟ واقعا اون موقع ورقه جنگ برمیگشت اگه حاج قاسم نبود. این ماشینای حاج قاسم من دیدم
تازه اونجا فهمیدم که تو همه عملیات حاج قاسم پشت نیروها میاد به فاصله 200-300 متر، نه مثلا بیشتر. خیلی عجیب بود برای من. یعنی تیرای داعشی ها قشنگ میخورد به ماشیناشون. کل برخورد اون حاج قاسم همین یه دونه بود.